در پخش مستقیم شما رو با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. سلام دوستان عزیزان، امروز 12 مارس است و در 15 دقیقه آینده این موضوعات را در مد نظر گرفته‌ایم. بازداشت‌ها در محله دروازه شهر دوشنبه که در آن اساساً زادگان جماعتی یزدگولام نویه ونج به سر میبرند. بیش از $5000 از زائران تاجیک خواسته شد که پول حج را به واسطه اوریون بانک پردازند. و 1000 سومانی بود 10 برابر بیشتر شد. اکنون قبر ماشین را پیش از ورود به تاجیکستان کندن لازم می شود. مشکلی اساسی در آن است که آنها با اینوبت نگرفتند درآمدناکی خود مردم را. اما شروع میکنیم از خبر آن که امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با گروهی از وزیران و رهبران اداره ها به قرقیزستان رفت. این سفر او دولتی است و 13 مارس نیز ادامه میکند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی در نظر است امامعلی رحمان و صادر جبورов رئیس جمهوری قرقیزستان سازشنامه را درباره سرحد دو کشور امضا کنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 11 مارس تنها درباره امضای چند سند خبر داده جزئیات را آشکار نکرد. تاجیکستان و قرقیزستان 1000 کیلومتر مرز دارند و نمایانی در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب درگیری‌های خونین شد و از هر دو جانب ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. از آن وقت تا کنون مرز دو کشور بسته باقی میماند. چند لحظه پیش هواپیمای رهبر تاجیکستان در فرودگاه بیشکک به زمین نشست. در عکس‌هایی که خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان نشر نمود دیده می شود که امامعلی رحمان را در فرودگاه مناس پرزیدنت قرقیزستان صادر جبورов با تنتنه پیشواز گرفت. خبرگزاری آزیا پلوس از قبل منبعش می نویسد انتظار می رود فردا 13 مارس مرز تاجیکستان و قرقیزستان که قریب 4 سال به این سو بسته بود باز شود. افتتاح رسمی گذرگاه‌های مرزی از هر دو جانب با حضور مقامات بلندپایه و مرزبانان صورت خواهد گرفت. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان در پی یک عملیات بیش از 20 ساکن محله دروازه شهر دوشنبه را بازداشت کردند. در حالی که این خبر را چند منبع رادیو آزادی تصدیق نمودند، مقامات رسمی در این باره خبر ندادند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت چنین معلوماتی به اون نرسیده است. به قول منبع‌ها بازداشت 20 نفره که همگی زادگان جماعت یزدگولام نویه ونج بودند در چند روز اخیر صورت گرفته است. یک شاهد حادثه به رادیو آزادی نقل کرد کارمندان مقامات چندین نفر را روز 9 مارس و زمان بازداشت کردند که آنها در مراسم دفن یکی از ساکنان محله شرکت داشتند. با گذشت 3 روز از بازداشت چند تن با گفته منبع‌های رادیو آزادی زیاده از 20 نفر از ساکنان محله دروازه پایتخت خانواده‌شان درباره آنها معلوماتی بیشتر ندارند. خانواده 2 تن از بازداشت شده‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند نه پلیس محلی و نه مقامات‌های دیگری انتظامی و امنیتی با آنها نمیگویند که فرزندانشان به چه گمانبر میشوند. یکی از همصحبتان ما که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز 9 مارس 3 نفر که ظاهراً کارمند مقامات هستند به منزلشان درآمده بدون معرفی خود پسرش را بازداشت کردند و تا حال از احوال او خبردار نیستند. خانواده بازداشت شده دیگری گفت که باور ندارد پسرش به کدام عمل غیرقانونی دست زده باشد، ولی اگر گناهی دارد چرا به خانواده‌اش نمیگویند. منبع‌های رادیو آزادی نام و نسب 16 نفر از بازداشت شده‌ها را ذکر کردند، ولی مقامات در این باره چیزی نمیگویند. در گذشته خبر بازداشت ساکنان جماعت یزدگولام نویه ونج بارها رسانه‌ای شده است، ولی در عکس الحالت مقامات چنین بازداشت‌ها را شرح ندادند. همکارم علیشیر ظریفی گزارش میداد. بینندگان عزیز، همکاران ما جزئیات این بازداشت‌ها را پیگیری دارند. خبر بیشتر را میتوانید در وبسایت ما پیدا کنید. روسیه با احتیاط به نتیجه های گفت و شنود هیئت‌های آمریکا و اوکراین در جده عربستان سعودی بها داده تاکید کرده است که منتظر تفصیلات جانب آمریکا می باشد. سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف تخمین کرده است که احتمال روزهای نزدیک صحبت تلفنی میان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ دایر شود. در این بین صرف نظر از رضایت اوکراین به سازش آتشبس با روسیه، دو طرف همچنان حمله های هوایی به یکدیگر را ادامه دادند.
در نتیجه حمله‌های موشکی روسیه به شهر کریوی روگ و ادسا در اوکراین در روز 12 مارس کمش 5 نفر کشته شدند. پیش از این روسیه به شهر کیف نیز حمله وسیع انجام داده بود. جزئیات در گزارشی همکارم طاهری سفر. اوکراین روزی سه‌شنبه پیشنهاد آمریکا برای سازش فوری آتش‌بسی 30 روزه در جنگ با روسیه را پذیرفت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا درباره این سازش بعد از گفتگوهای 9 ساعته مقامات آمریکایی و اوکراینی در شهر جده عربستان سعودی خبر داد. ما امروز پیشنهادی را ارائه کردیم و اوکراینی ها پذیرفتند، یعنی وارد شدن به یک سازش آتش بس و مذاکرات فوری برای پایان دادن به این مناقشه. روبیو گفت که اکنون این پیشنهاد را به روسیه میبرد. ما امیدواریم آنها بله میگویند، به صلح بله میگویند. اکنون نوبت آنهاست. این تحولات پس از جنجال آشکارای رهبران دو کشور در کاخ سفید صورت میگیرد. اختلاف و جنجال سبب شد دونالد ترامپ کمک‌های نظامی به اوکراین را باز دارد و به ارتش آن هم اطلاعات حیاتی برای جنگ با نیروهای روسیه را ندهد. در عوض برای قبول پیشنهاد آتش بس به گفته مایک والتز مشاور امنیتی کاخ سفید، آمریکا فوراً کمک‌های نظامی به اوکراین را از سر میگیرد و اطلاع ضروری را هم میدهد. دونالد ترامپ در حوله کاخ سفید گفت به زودی ملاقات برای بررسی آتش بس با روسیه صورت میگیرد. امیدوارم به زودی پوتین به سازش رضایت میدهد و اجرایش آغاز مییابد. این از دیدار آخرین در کاخ سفید که شما شاهد بودید فرقی بسیار بزرگ دارد. این یک آتش بس کامل است. اوکراین رضایت داد و امیدواریم روسیه هم راضی می شود. ما با آنها امروز یا فردا ملاقات و امیدواریم معامله میکنیم. اگر نه همین راه ادامه مییابد و آدمان و مردم زیادی همچنان کشته میشوند. ترامپ افزود که آنها دیگر بار زلنسکی را به کاخ سفید دعوت کردند. خبرگزاری‌های دولتی روسیه گفتند ممکن است که مقامات این کشور تا چند روز دیگر با نمایندگان آمریکا گفتگو کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که در عربستان سعودی بود و در ملاقات حضور نداشت، آتش بس را پیشنهادی مثبت خواند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مقامات تاجیکستان ارزش خرج امساله ساکنان را برای ادای حج فرضی مشخص نموده از مردم خواستند که تنها با راه قانونی به آنجا بروند. ساکنان هر دفعه از مونوپولیا و مانعات در راه سفر به حج فرضی شکایت میکنند. برخی هم برای ادای حج عمره توسط روسیه و ازبکستان میروند. موضوع را همکارمان میرزا نبی خالقزاد ادامه میدهد. 56,800 سامانی یا زیاد از $5,000 کمیته دین در تاجیکستان خرج امساله ساکنان را برای ادای حج فرضی اعلام کرد. مقامات روز 12 مارس گفتند که نرخ با خدمات ضد انحصاری موافقه شده است. این پول به گفته آنها به خریدن بلیط هواپیما، مهمانخانه، خوراک، خدمت راهبلدان، اقامت در مینا، عرفات و مزدلفه، قربانی، دارو و بیمه و باج دولتی صرف می شود. از زائران خواسته شده است که پول را به طور غیر نقدی به واسطه آریان بانک بپردازند. ریاست آریان بانک را حسن اسدالله زاده دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان بر عهده دارد و معاون اول او زرین رحمان دختر امام علی رحمان است. گسیل زائران تاجیک برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی در نیمه ماه می آغاز می شود. مسئولان کمیته دین از مردم خواستند تنها با راه قانونی به آنجا روند وگرنه حدود $13,300 آمریکایی جریمه یا 6 ماه حبس خواهند شد. هر سال زیاد از 6,000 شهروند تاجیکستان برای ادای حج فرضی می روند. مقامداران تاجیک از جمله رئیس جمهور بارها از ساکنان دعوت کردند که پول حج به ویژه حج تکراری را به کارهای خیر به مثل بنیاد پول و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید می کنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کردنی است.
برنامه را ادامه میدیم. از 26 مارت سال جاری بر پایه قرار حکومت تاجیکستان مبلغ سند نابودسازی و یا اوتیلیزاسیون برای همه گونه واسطه نقلیات از روی نرخنامه نفت ستونیده می شود که 10 مرتبه گرانتر از پیش است. نگرانی های وجود دارد که چنین تغییرات به ارزش و عموما واردات واسطه های نقلیات به کشور به تاثیر نمیماند. همکارانم بارود یوسفی و عبدالغنی عبدالوهاب تلاش کردند در این باره تفصیلات بیشتر به دست دارند. این ماشین ها نو به تاجیکستان آورده شده اند، ولی برای آنکه در جاده و کوچه های کشور به حرکت درآیند باید از قید گمرکی گذرند. همچنین در همین جا یعنی پایگاه یا ترمینال دوشنبه دوی گمرک برای آنها باید سند نابودی یا اوتیلیزاسیون گرفته شود. وارد کنندگان ماشین ها کمی نگرانند چون ارزش چنین سند به مراتب بالا رفته به نرخ ماشین هم تأثیر خواهد داشت. از تغییر نرخ سردار خدمات گمرک تاجیکستان در نشست خبری اخیرش در ماه فوریه اطلاع داده بود. ارزشی نابودسازی یعنی اون مبلغ اوتیلیزاسیون این در بررسی در حقیقت قرار دارد که همین مبلغ باید هنگام واردات رویانده شود. چون که تا این روزا دوام یک سالی که مبلغ نابودسازی بگیم از جانب بازرسی دولتی اتومبیل هنگام به قیدگیری بگیم مبلغ رویانده میشه. بنابر قرار حکومت تاجیکستان از 26 مارت سال جاری صاحبان ماشین های سبکرو برای دریافت سند نابودی واسطه نقلیات باید 144 نشان دهنده یا 10,800 سامانی پرداخت کنند. الحال این نرخ 1,600 سامانی است. تاجران شتاب دارند که تا 26 مارت برای ماشین های وارد کرده خود سند محو به دست آورند. زیاده از 10 برابر بالا رفتن نرخ این سند به کاربران شبکه‌های اجتماعی امکان داده است که آن را یک راه دیگری پولکنی برای بودجه نامند. کارشناس فاضل جان فتح‌اللهیف میزان نوی مبلغ محو واسطه نقلیات را خیلی بلند می شمارد. به قول او زمینه‌های چنین نرخ معین نیستند. همچنین تجربه و معیارهای بین المللی و هم درآمد واقعی ساکنان به نظر گرفته نشده‌اند. مشکلی اساسی در آن است که آنها با اینوبت نگرفتن درآمدناکی خود مردم رو، سطح درآمدناکی مردم رو، آن فایزناکی، آن مبلغی که از طرف مردم علل خصوص تاجرانی که با خرید و فروش دائمی ماشین های سبکرو مشغولند، برای آنها اکنون یک ضرر، یک همین ساحه تجارت یک ضررآور شد. این انتظاری ها هم صدا می دهند که واردات ماشین به کشور کاهش خواهد یافت. این هم در حالی که پس از منع آوردن ماشین های تا سال 2013 واردات کم شده است. به گفته خدمات گمرک تاجیکستان سال گذشته به کشور نزدیک 50,000 ماشین سبکرو وارد کرده شده است که نظر به یک سال پیش حدود 40% کمتر بوده است. باید گفت بالا بردن پرداخت برای نابودسازی نقلیات وارد شونده برای کشورهای آسیای مرکزی پدیده نو است. در قزاقستان این مسئله جنجال برانگیز شده است. 10,000 نفر در این کشور زیر مراجعتنامه امضا گذاشته از مقامات پایین بردن مبلغ را تقاضا کردند. اما ملاقات منصبداران هر بار با فعالان و مؤلفان مراجعتنامه با جنجال می انجامد. و یک خبر دیگر هم داریم. دادگاه گرجستان رئیس جمهوری سابق این کشور میخائیل ساکاشویلی را به 9 سال زندان محکوم کرد. بخش گرجی رادیو آزادی روز 12 مارت نوشت که مقامات گرجستان او را به تصرف 9 میلیون لاری یا بیش از 3 میلیون دلار بودجه گناهکار دانستند. قبلا ساکاشویلی با گناه سوء استفاده از منصب به 6 سال حبس محکوم شده بود. میخائیل ساکاشویلی از ماه اکتبر سال 2021 در محبس است. او را هنگام بازگشت از خارج به گرجستان دستگیر کردند. و برنامه ما در همینجا به آخر میرسد. سپاس از آنکه آن را تا آخر تماشا کردید. خبرگزاری‌های بیشتر چون همیشه میتوانید درباره حادثه‌های تاجیکستان و جهان در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. فردا شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا